این خانم بزرگترین کشف تاریخی تهران رو رقم زد، ولی هیچ وقت در موردش حرفی زده نمیشه. ایشون یه دانشجوی باستانشناسی بودن که بر حسب اتفاق توی یه شرکت بیمه کار میکرد. بنده خدا میبینه یه جا حوالی مولوی تهران دارن حفاری میکنن، میره نزدیک، متوجه چند تا سفال و کوزه و استخون شکسته میشه و از اونجایی که هرچی از دل خاک بیرون بیاد با ارزشه حساس میشه و میگه کوزه ها که به دردتون نمیخوره بدین من یه تحقیقی کنم. تحقیق میکنه و دیگه خیلی قضیه حساستر میشه براش. با چند تا اساتیدش قضیه رو مطرح میکنه و باعث میشه باستانشناسای بیشتری پاشون به قضیه باز بشه. در نهایت حفاری آب و فاضلاب مولوی تعطیل و حفاری باستانشناسا ادامه پیدا کرد و به بزرگترین کشف تاریخی کشور در اون سال بدل شد که نتیجهش رو الان به صورت اسکلت بانوی 7000 ساله میتونین توی موزه ملی ایران ببینید. این شاهکار باستانی رو پاییز 93 سرکار خانم مهسا وهابی با پیگیری‌هاش و تلاش‌هاش برای ایران رقم زد. خبرش توی کل دنیا پیچید ولی کسی نگفت یه بانو همه زندگیشو صرف تحقیق این پروژه کرد. یه جمله براش بنویس که بدون به یادشین و لایک هم فراموش نشه.